توهین حجت الاسلام الله یاری به ابوبکر صدیق رضی الله عنه. کاذب، ابوبکر کاذبه. کاذب دشمن خدا هست. گناهکار جایگاهش جهنمه. دغل‌باز، نیرنگ باز، کلاه بردار ابوبکر. خائن به دین. الله اکبر، الله اکبر. کسی که خائن باشه به دین و اسلام او دشمن خداست. خواهر و برادر گرامی، همان گونه که مشاهده نمودید، این آخوند شیعه در این شبکه ماهواره‌ای که نام مبارک اهل بیت رضی الله عنهم را با خود یدک می‌کشد، چگونه به شعور بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان توهین می‌کند و به صحابی با وفای رسول گرامی اسلام و پدرزن و یار غار وی اهانت می‌نماید، در حالی که الله متعال در قرآن کریم ایشان و دیگر سابقین را این گونه ستوده است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و آنهایی که به نیکی از آنان پیروی کردند خوشنود شد و آنها نیز از او خوشنود گشتند و الله برای آنان باغهایی آماده کرده که نهرها زیر درختانش جاری است و ایشان در بهشت جاودانه خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر پیامبر را یاری نکنید به راستی الله یاریش نمود، آنگاه که کافران او را در آن حال که یکی از 2 نفر بود از مکه بیرون راندند، هنگامی که آن دو یعنی پیامبر و ابوبکر صدیق در غار بودند و به یارش ابوبکر می گفت اندوهگین مباش، همانا الله با ماست. بدین ترتیب الله آرامش خیش را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانی که ندیدید یاری نمود و شرک و سخن کافران را پست و بی اعتبار گردانید و توحید و سخن الهی برترین است و الله توانای چیره و حکیم است.